سلام، من عرفان قاسمی. بعد از مدت کوتاهی برگشتم خدمت شما در استدیو جدید کنترلی، جایی که قراره دوباره با هم دیگه بررسی و معرفی و آنباکسینگ محصولات خفن گیمینگ رو داشته باشیم. امروز از برند ردراگون مدل K208 یک کیبورد گیمینگ داریم. برند ردراگون یه دونه برند گیمینگه که در زمینه کیبورد، موس، هدست و انواع اقسام محصولات گیمینگ کار میکنه. این برند بسیار اقتصادی و مغروم به صرف است. حالا بریم ببینیم که داخل کیبورد چجوری هست و آنباکسش چجوریه. اول از همه یه جعبه داره که جعبهش خیلی شیک و ساده هستش که اکثرا روی این جعبه به غیر از برند خود ردراگون بقیهش به صورت چینی نوشته شده. اول باید بریم این چسب رو باز کنیم. خب به سختی ما تونستیم این چسب رو باز کنیم. خب این جعبه کیبورد به راحتی باز میشه و جنس جعبهش زیاد جذاب نیست. یه جعبه کارتون موز معمولیه ولی داخلش خود کیبورد هست. خب حالا میرسیم سر کیبورد. روی کیبورد از همین مشما بادکنکیات اینو در بیاریم. ما میگیم بادکنکی. خب این یه دفترچه است که چینی راجع به برند ردراگون با کیبورد نوشته که اصلا به درد نمیخوره. اینم میندازیم اونور و فقط کیبورد هست. حالا بریم ببینیم که جنس بدنش برس خورده است و فوق‌العاده است. یعنی جنس بدنی فوق‌العاده‌ای داره، مستحکمه. خود کیبورد از لحاظ ساخت بدن فوق‌العاده است. از لحاظ طراحی هم نسبت به بقیه کیبوردهای چینی این کیبورد فونت‌های خیلی با کیفیت تری داره نسبت به بقیه کیبوردها. نوع سویچ های این کیبورد سویچ های آبی هست. همونجوری که میدونید این سویچ های ارزون قیمتی هستن. صدای بالایی دارن و سرعت کمی نسبت به سویچ های سیلور و براون. حالا خود سویچ رو بذاریم سر جاش، بریم که کیبورد رو روشن کنیم و باهاش یه کمی کار کنیم و ببینیم که به چه صورت هست. خب ما این کیبورد رو روشن کردیم. من کمی باش کار کردم. بسیار کیبورد فوق‌العاده‌ایه. با قیمتی که داره واقعا کیبورد فوق‌العاده‌ای. کیبورد ردراگون مدل K208 صدای بالایی داره ولی صداش دلنشینه، یعنی جذابه برای گیم یا حتی استریم هاتون. و همچنین که یک کمی سرعت پایینی داره تو گیم ولی اونقدر اذیتتون نمیکنه. حالا بریم که RGB شون رو بهت نشون بدم. یعنی رنگای RGB فوق‌العاده‌ای داره. بچه‌ها یه دقیقه نورا رو برای من بگیرید که RGB کیبورد رو ببینیم. این یه مدل RGB است. 10 مدل RGB داره این کیبورد. واقعا فوق‌العاده است. این یه مدل دیگه هست که واقعا زیباست. این یه مدل هست که کلا روشنه. این یه مدل هست که کلیدهای گیم رو نشون میده، WSAD، و مدل های مختلفی از RGB رو داره که میتونید قشنگ با هر مدل یعنی شما به وجه بیاد. این فکر کنم موقع کلیک به شما RGB رو نشون میده و بعدش هم که فکر کنم محو میشه. این بود از نقد و بررسی کیبورد ردراگون مدل K208. شما میتونید با سفارش آنلاین از روی سایت کنترلی این کیبورد رو سفارش بدید و در به منزلتون تحویل بگیرید و با سابسکرایب، لایک و کامنت هاتون ما رو بیشتر خوشحال بکنید و همچنین تو کامنت ها برای من بنویسید که از یک کیبورد گیمینگ چه انتظاراتی دارید و درصد رضایتتون از کار کرد با کیبورد ردراگون مدل K208 بنویسید. تا دیداری دیگر با آنباکسینگ دیگر و معرفی دیگر، خدا نگهدار.